سلام دوستان، با یک آموزش دیگه در خدمتتون هستم. آموزش سرویس کامل کمک فنرهای جلو تمامی موتورسیکلت ها. حالا میگید تمام موتورسیکلت ها یعنی چی؟ موتورهای اسکوتر، موتورهای نیکد یا شهری، موتورهای ریس، از سبک تا سنگین، تمامی موتورهایی که این نوع کمک روشون هست قابل سرویس هستن و باید سرویس بشن. شما میگید برای چی باید سرویس کنیم؟ چجوری ایراداتش رو پیدا کنیم؟ خب نکات مهم، یکی اینکه زمانی که فرمان جلوی موتور گرفتیم صاف نگهش داشتیم، موتور رو هول میدیم به سمت پایین و برمیگرده. اگر به جای اولش برگشت، خب یعنی گرد خلاصی نداد، یعنی اون فنر داخل داره خوب عمل میکنه و روغنش هم کافی هست و هیچ مشکلی نداره. ولی اگه برنگشت به جای اولش، یعنی چی؟ روغن کم کرد. دور کاسه نمدار رو نگاه می‌کنی، هر چند وقت یه بار پاک کنی چون گردگیر داره. این خاک‌ها که وارد میشه باعث میشه که گردگیرها خورده بشن و روغن کم کم نشتی پیدا کنه. پس حتما دور کاسه نمدهای کمکاتون رو پاک کنید. حالا توی سرویس چه نکاتی مهمه؟ کاسه نمدها رو باید عوض کنید. روغنی که داخل میریزید پس از شستشو حتما روغن کمک باشه. بعضی از دوستان روغن هیدرولیک میریزن، اصلا اون کارایی رو نداره و اون ضرباتی که میخواد بگیره رو نمیگیره و درست عمل نمیکنه. فقط هر موتور میزان خاصی روغن توش نیاز داره و همه موتورها یکسان نیستن. بعد از سرویس هم یه هواگیری باید انجام بدیم و یه تست درجا، بعدش هم نصب. موفق بشید.